اگه تازه شروع کردید و فقط میتونید 1 شنا برید، نگران نباشید. رسیدن به 50 شنا کاملا ممکنه. فقط باید مسیر درست رو بدونید. اول از همه فرم بدنتون رو اصلاح کنید. دست‌ها کمی بازتر از عرض شانه، ستون فقرات صاف و نگاه رو به پایین. تمام فشار باید از عضلات سینه، شانه و بازو بیاد، نه از کمر. برای افزایش تعداد شنا بهترین روش استفاده از اصل پیشرفت تدریجیه. یعنی امروز 1 شنا میزنید، فردا سعی میکنید 2 تا برید. حتی اگه نیمه راه کم آوردید مشکلی نیست. مهم اینه که بدن هر روز کمی بیشتر از قبل تلاش کنه. یک برنامه ساده اینه: هفته اول روزی 3 ست، هر ست تا جایی که میتونید. هفته دوم تعداد هر ست رو بین 1 تا 3 تکرار بیشتر کنید. به مرور قدرت عضلاتتون افزایش پیدا میکنه و بدن سریعتر خودش رو تطبیق میده. نکته مهم بعدی تنفسه. پایین میرید، نفس رو نگه دارید و وقتی بالا میاید کامل بازدم کنید. این کار هم انرژی بیشتری میده و هم ریتم حرکت رو ثابت نگه میداره. در کنار همه اینها حتما بین تمرین‌ها 1 روز استراحت بدید. ریکاوری مناسب باعث عضله‌سازی و افزایش استقامت میشه. اگه این روند رو فقط چند هفته ادامه بدید، کاملا طبیعیه که از 1 شنا به 10، 20 و در نهایت 50 شنا برسید. یادتون باشه مهمترین عامل استمرار و باور به پیشرفته. هر بار که به زمین دست میزنید 1 قدم به هدف نزدیکتر میشید.